دویدن بیاتلون باشه. در این روزهای آخر بانک ملی تاجیکستان به افتخار 5500 سالگی شهر باستانی سرعزم و 3000 سالگی شهر قدیمه ایسار، همچنین سلسله بازی های المپی یک زمره تنگه های المپی از قبیل جهش از جسگاه و لیژناری پایانسو یا که به اصطلاح سلالوم میگویند و همچنین بیاتلون را که در مجموع 5 نمود تنگه های خاطره‌ای ارزششان از 150 و 100 سامانی را که از نقره خالص ساخته شدن برای اشخاصی یا برای هدف‌های نومیزماتیکی برآورد. باید قید نماییم که این تنگه‌هایی که امروز ما آیدی آنها سخن میگیم، اینها تنها برای آن اشخاص برآورده شدن که آنها یعنی که شوق دارن به جمع‌آوری بعضی تنگه‌های خاطره‌ای و این تنگه‌ها در معاملات همچون دیگر تنگه‌ها گردش نمی‌کنند، چون اینا تنها به خاطر طوری گفتیم نومیزماتیکی شدن ساخته شدند. علاوه بر این همچنین باید بگوییم که این تنگه‌های خاطره‌ای که از جانب بانک ملی تاجیکستان با ریاهای معیارهای بین‌الخلقی سکه زده شدند در یکی از شرکت‌های خیلی بانفوذ آلمان که سکه خانه مایر نام دارد سکه زده شدند و طوری گفتیم با معیارهای اخیر یا که استانداردهای اخیری بین المللی ساخته شدند که چند نمودی بازی‌های چی است زمستانه از قبیل دویدن، بولجه و تیر پراندن و دیگر چیزا که از چند نمودی ورزش عبارت است. در مجموع از 5 نمود تنگه‌ای که الان سکه زده شده است، 3 نمودش به افتخار سلسله بازی‌های المپی بخشیده شده است.